امروز ما بر شما داستان حضرت ادریس علیه السلام میگم. در یک حدیث آمده که بعد از آدم علیه السلام و شیس علیه السلام، ادریس علیه السلام پیغمبر بود و گفته میشه که ای اولین نبی است که به مردم نشتن و خواندن یاد داد. حافظ ابن کثیر چهره از اونا را اتر بیان میکنه، میگن قدشان بلند، خوش چهره، مقبول و اوصاف بسیار نیک داشت. چارشانه بود، استخوانای محکم داشت، جسم پیمانن داشت، چشمایش سرمدار بود، گفتگویش بسیار باوقار بود، خاموشی را بسیار خوش داشت، سنجیده و متین بود، وقتی که راه می رفت چشمایش به پایین بود. بسیار انسانه که همیشه بسیار فکر میکرد و در وقتی که قهر میشد بسیار قهر خطرناک داشت و غضبناک بود. در وقت حرف زدن همراه انگشت شهادت همیشه اشاره میکرد. ادریس علیه السلام با اساس شریعت شیس علیه السلام پیش می رفت. به خاطر که ادریس علیه السلام رسول هم بود، به این خاطر خداوند پاک بر از او مستقیم شریعت روان کرده بود که به اساس از او را تشریع میکرد به مردم و مردم به احکام الهی آگاه می ساخت. ادریس علیه السلام وقتی که دید که مفسدین، سرمردمی که ایمان دارن، سر از اینا ظلم و ستم میکنن، فساد از اینا زیاد شده میره و با وجود که اینا را میفهمانم و اینا قبول نمیکنن، پس او همراه خود گفت که شما جهاد بکنید. ادریس علیه السلام اولین شخص بود که برای خداوند جهاد کرد، غنیمت به دست آورد و دشمنا را بندی کرد. مگم غنیمت و قیدی هایی که بندی میکرد بر ازی حلال نبود. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آخرین پیغمبر ما، اولین رسول است که بر از او غنیمت حلال گفته شد. مگم جهاد اولین بار در دوران حضرت ادریس علیه السلام شد و امونا شروع کردن. اونا اول یک لشکر ساختن، بعد از او لشکر به دو حصه تقسیم کردن. یک حصهش پیاده بود، دومش سواردار بود، یعنی اسب و مواشی و اینا داشت. بعدا حضرت ادریس علیه السلام بالای قوم قابیل حمله کرد. در بین حق و باطل بسیار یک جنگ خطرناک شد. بالاخره حضرت ادریس علیه السلام اونا را شکست داد. بسیار مال و اسبابشان غنیمت گرفت و مردمشان بندی کرد. خداوند پاک اینا را نگفته، مگم در قرآن پاک اشاره کرده در این واقعات. مثلا در سوره مریم خداوند پاک فرموده ادریس علیه السلام یک پیغمبر نیکردار بود، ما او را به مقام رساندم. راجع به مرتبه بلند از او، راجع به مقام از او حدیث های در بخاری و صحیح مسلم وجود داره که پیغمبر خدا میفرماید ما در شب معراج در آسمان چهارم ادریس علیه السلام دیدم، همراهش ملاقات کردم. او در آسمان چهارم در یک مقام بلند بود.